مقامات ایران مکان سقوط هواپیمای مسافربر سرنگونشده را تشخیص نمودند. روز 20 فوریه سخنگوی نظامی ایران توسط تلویزیون دولتی جمهوری اسلامی اطلاع داد که در نتیجه جستجوی 2 روزه لاشه هواپیمای مسافربر در قلعه یک کوه یافت شد. هواپیمای شرکت آسمان ایران روز 18 فوریه بعد از 50 دقیقه پرواز سرنگون شد. به قول نظامیان ایرانی هواپیما به کوه برخورده احتمال از میان 65 مسافر و اعضای اکیپاژ کسی زنده نمانده است. هوای نامساعد که جستجوی هواپیما را دشوار کرده بود باعث ناراضگی اقربای قربانی آن گردید. آنها همچنین تحریم چندین ساله اقتصادی را سببگار وضع ناگوار تکنیکی هواپیمایی این کشور می‌شمارند. هواپیمای ATP 72 دو محرکدار 24 ساله بوده است. طبق اطلاع بنیاد بخطری پروازها این هواپیما پس از تنفسی 6 ساله از انبار خارج شد و بعد از ترمیم و تعمیر 3 ماه پیش مورد استفاده قرار گرفته بود.